سلام بچه‌ها، من محمد حسین هستم. به کانال من خوش اومدین. امروز قراره با هم دیگه به بررسی و همچنین رفتن یه سری از دیلی ها و کوست‌های بازی گنشین ایمپکت بپردازیم. با من همراه باشین تا از این بازی زیبا لذت ببریم. ولی اولش بچه‌ها، اگه از کانتنتی که من درست می‌کنم و ویدیویی که من درست می‌کنم خوشتون اومد، لطفاً سابسکرایب کنین، لایک کنین تا من بتونم این کانتنتامو بیشتر گسترش بدم. بازم ممنون از شما. بریم که شروع کنیم. خب بچه‌ها، این چیزی که اول صفحه داره نشون میده یک آیتمی هست که من خریداری میکنم ماهانه به اسم بلسینگ آف ولکنین مون که بهتون 90 تا پریموجم واحد یا کرنسی پول گنشین ایمپکت 90 تا هر روز از پول بازی گنشین ایمپکت بهتون میده به مدت یک ماه به اضافه 300 تا پریموجم اما ما اول کار بهتون میده. یعنی میگم بلسینگ آف ولکنین مون. کاراکترهای من بچه‌ها داخل گنشین، چون من گنشین نزدیک 3-4 سال بازی میکنم، تعدادشون زیاده. من برام تو قسمت کاراکتر بهتون نشون میدم. کاراکتر لجند زیاد دارم. به خاطر اینه که چند سال نزدیک 2 سال و نیمی که بازی میکنم گیمو. بریم با هم دیگه دیلیای گیممون رو بریم. دیلیا همون کوستایی که در طول روز خود گیم بهتون میده تا اینکه بتونید پول بازی رو در بیارین باهاش. خب من 4 تا کاراکتر دارم واسه خودم که هر پلیری 4 تا کاراکتر رو چوز میکنه که باهاشون پلی بده و دنیا رو جستجو کنه و کارهای مختلف رو انجام بده. 4 تا کاراکتری که من انتخاب کردم واسه اینکه باهاشون بازی کنم ژانلی، کوکومی، یلان و آرکینوه. این 4 تا کاراکتر هر کدوم کلا کاراکترهای بازی هر کدوم قدرت‌ها و توانایی‌های مخصوص به خودشون دارن که به کمک میکنه واسه اینکه بتونین دیلیاتون رو برین، کاراتون رو انجام بدین، بازی کنین، انمی‌های مختلف رو بزنین. الان هم میخوام بریم که توی این تاور اولین دیلیمون رو بریم. اولین دیلی از این دیلی های استوری مودیه. من اسکیپ میکنم بیشتر دیالوگاشو، چون به هر حال آدم خسته میشه بخواد همش دیالوگ گوش بده. من اسکیپ میکنم سریع تون. شور کوستش چیه؟ بعد به یک نقطه خاصی ریچ کنم توی مدت زمان خواسته شده. اینجا یه آیتم پیدا کنم بچه. 2 تا باکس رو برداشتیم. بریم به خانومه تا اولین دیلیمون برم. بچه دیلی ها بهتون 40 تا پریموجم میدن و ابتدای بازی هم که گیم رو شروع میکنید حدود 90 تا پریموجم گفتم با بلسینگ آف ولکنین بهتون میده. بعد 20 تا پریموجم هم خود گیم به خاطر اینکه کمیشن ها یا همین ماموریت های روزانه‌شو انجام میدین بهتون اضافه تر میدن که 150 تا پریموجم. به ازای هر 160 تا پریموجمی که شما داشته باشین میتونین یه ویش بگیرین که ویش اصلی ترین آیتم بازی گنشین ایمپکته. ولی گفتم با شمارشی که من انجام دادم شما 150 تا در طول روز، حتی اگه برسین ولکنین داشته باشین پریموجم در میارین. 10 تا رو باید از با رفتن میشن‌های یا کوستایی که هر هفته آزاد میشن و همچنین با رفتن ماموریت‌های خود بازی یا گشتن تو خود بازی با استفاده از باز کردن چستا به دست بیارین. اینجا بچه فانتین کسایی که گنشین بازی کردن میدونن یکی از چیزای خوبش اینه که میتونین زیراب شنا کنین، نفس بکشین. این تو قابلیت تو سرزمین‌های دیگه گنشین نیست، فقط تو فانتین همچین ابیلیتی شما دارین. جک‌پات. این دومی کمیشنمون. بریم سومی رو بریم. امیدوارم یکی از کمیشن‌هایی باشه که انمی هستش که بتونم بهتون توانایی کاراکترام هم نشون بدم. بچه‌ها ژانلی قوی ترین چیز بازیه، قوی ترین سپر بازیه. آلدرکین و کاراکتر مورد علاقه من مین دی پی اس منه. من بچه‌ها این انمی رو نمیزنمشون چون گناه دارن، ضعیفن. من بزنمشون خیلی راحت میمیرن. من به خاطر همین انمی‌ها رو معمولا نمیزنم.
تاور رو دارم میرم. ای بابا خورد بهش. خب و حالا بریم سراغ چهارمین کامیشنمون. کامیشن یا همون دیلی روزانه کوستامون که میریم. بچه آرکینوی من سلاح خودشو داره. من کلی ویش واسه آرکینو جمع کرده بودم، بعد زدم گرفتمش، بعد انقدری هم اضافه داشتم که واسه سلاحش هم بزنم. سلاحش هم میخواستم چون سایفه، تنها سایف بازیه، خیلی خوشگل. ها اینجا با ابیلیتی ژانلی سپر کشیدم دنبال خودم، با ابیلیتی یلان ابیلیتی هاشو پر کردم، بعد با آلرکینو دارم الان میزنم. میبینیم 20000 تا 20000 تا دمیج میده آلرکینو، اینقدر قویه. این هم از آخرین کامیشن ها رو انقدر سعی رفتیم بچه انگار داریم چیز میریم اسپیدران میریم، در صورتی که نه اینا اینطوری هم. بعد واسه این که چیز آلرکینو پرشه بذاریم من اچپیش پرشه، بذاریم من از ابیلیتی کوکومی استفاده کنم هیلش کنم. بچه این ابیلیتی عروس دریا که میبینه ابیلیتی کوکومیه، هیل دهنده بازیه. کوکومی هم میشه گفت یه جوری بهترین هیلر گیمه بچه ها. من تو ترکیبم بهترین شیلد، بهترین هیلر، مین دی پی اس که دوست داشتم آلرکینو و همچنین یه ساپورت خوب مثل یلان رو گذاشتم. ترکیب کاملیه بچه‌ها. میتونم پیشنهاد کنم اگه دوست داشتین استفاده کنین از این ترکیب، اگه کاراکترشو خواستین هم بگیرین پیشنهاد میکنم، چون همه کاراکترایی که تو ترکیبم هستن خیلی خوبن. از لحاظ بررسی بچه‌ها الان کامیشنامون رو رفتیم، 20 تا روزانه‌مون هم گرفتیم که اینجا میگه آره شما امروز ریوارد امروزتون رو گرفتین که اون 20 تا پریموجم اضافه بود. بعدش میتونین حالا ببین این قسمت من 197 تا پریموجم دارم، میرین تو شاپ، میرین تو قسمت پرچس ویت، این قسمت پریموز براگینز، بعد از اونجا هم میرین داخل پرچس ویت پریموجم ویش میخریم. که ویش معمولی میتونیم بگیریم، ویش بنرهای خاص میتونیم بگیریم که من معمولا همیشه خاص میگیرم واسه کسی که مثلا من که فری تو پلی هم به قول معروف، یعنی فقط خودشون بازی میکنن ویش نمیخرن، اینطوری من همیشه میگیرم. الانم بچه‌ها بنر کلورایند و بنر آلهیتمه، دو تا از کاراکترهای خیلی خوب مین دی پی اس که آلهیتم هم یکی از بهترین مین دی پی اس واسه فری تو پلی است. بچه‌ها پیشنهاد میکنم اگه دوست داشتین حتما چیز کنین. من یه 10 تا بیش هم بزنم واسه آلهیتم ببینیم چه اتفاقی میفته. احتمالاً هیچ چیز خاصی نمیشه ولی خب 10 تا بیش هم اینجا زدیم. خوبه، من راضیم. من که میدونستم آلهیتمو نمیتونم الان بگیرم چون من کلورایند گرفتم داخل این بنر این دفعه. خب بچه‌ها این بود از خلاصه از کامیشن رفتن‌های بازی گنشین ایمپکت با من. این واسه ویدیوی امروزمون، امیدوارم لذت برده باشین. در تو بازی گنشین ایمپکت هم یه بازی اوپن ورلد دیگه، شما میتونید با انجام کوئستا، با انجام چالنج‌ها، با انجام کارهای مختلف و همچنین دور زدن مپ گنده که دارم بهتون نشون میدم هم لذت ببرین، همین که آیتم‌های بازی که به قول معروف ویشا هستن رو هم به دست بیارین. خب امیدوارم از ویدیو امروز لذت برده باشین. تا یک ویدیو دیگه و یک ضبط دیگه، فعلا خداحافظ.